هیچ ویروس به اندازه آوازه‌های واهمه‌ساز تاثیرگذار نیست. ساکنان محله زحمت‌آباد شهر دوشنبه این واقعیت را در 10 روز اخیر تجربه کردند. در این منطقه خبرهای پنج شد که شخص نقاب‌پوش شبانه اساساً از یک بام به بام دیگر می‌جهد و ناعیان به خانه‌ها وارد می‌شود. بچه جان در بالای شفره چیکار نکنی؟ تو کیستی گفتم همه وای ما خوریم بچه‌م گفتم ما را گفتم کسی هستی بچه جان ما را گفتم ما خوریم گفتم و همین خیلی گفتم که خب کرد همین خب کرد و انا میخواد شیشت انا میخواد چی دروغ میگم من این روز ترم انا میخواد شیشت گفتم این بچه جان نشین خیلی برو را گفتم وای فرو رفت من فرو من رفت ده فرو من رفت همین خیلی دیگه ساعت 2:20 رو نبود. بعضیا حدس میزنند که شاید او یگان جوان شوخ پرکورباز است. از بام به بام میجهد و از اینکه ده‌ها نفر را در حال ترس و وهم قرار داده است لذت میبرد. به ادعای ساکنان این موجودات را تنها چند زن و کودک هنگام جهش دیدند و به گفته خودشان از ترس لال شدند. زنهایی که با این نقابپوش روبرو شدند میگویند ظاهرا آدم است. ای خدا میگم تو کی در اونجا شتگی نه هنگ گفت نه نگفت ترس لرزم گرفته که پایان فرام همین بانکای دروغ نمیگم بانکای گرفتم در دیوال زدم تا خوردم سنگ گرفتم همین مسکه پوشیدگی سیاه پشت خانه ما خویه روشن میتون همین ده چش دیدم چی دروغ گم 2 بار دیدم یا برای پشتش با تلفن گوزنی دیدم. این آوازه ها که از دهان به دهان گذشته با چند علاوه دیگر وهمناکتر شدند حتی آنهایی را که به موجودات حیولا ها و آدمان کیهانی باور ندارند نگران کرده است. اینجا میدوان یک 30-40 نفر کروگ میکنن هم خیلی کریچه پول اینم خیلی اکروجه دیگه اونجا گرفته نمیتونن آواز میبرو که ایستده با هم میدوان اصول 2 هفته شد 2 هفته شد فقط زنکو دیدگن من خودم ندیدم اینا میگن نگاه میکنی چی نیست کنی نه از آن که آنها ترسیدند بلکه آنها را حالت روانی کودکان به تشویش آورده است زیرا به گفته خانواده های کوچه زحمت‌آباد خواب از چشم کودکان پریده است. ما گروه شازده سودن که خالده نکامه که یک از کجا و بعد نه آدم گذاشت و داری همومونه که شد پاش دیدم و دیدم بعد خونه دیدم و سرما تای کوپاسه کردم گیره کردم دودرم شاخ شده دستاشم بعد همسایه آمدن و وای کردن کل کردن شه بعد رفتیم خونه ببینیم میگه که نمیستم در اینجا خونه ببین برای من. کارمندان ملیسه شعبه کارهای داخلی ناحیه اسماعیل سامانی شکایت ساکنان محله زحمت‌آباد را تایید کردند و گفتند که شب 22 اوگوست یک گروه تقریبا تا ساعت 4 صبح در آن محله پاسبانی کردند اما کسی را ندیدند. الا بعد ملیسا دینا همیشه نبود. در گذشته نیز چنین حادثه ها که درستی و نادرستی آنها را اثبات کردن دشوار است در منطقه‌های دیگر نیز رخ داده مردم را ماه‌ها در هراس نگه داشته است. از جمله سال گذشته در حصار خبرهای پخش شد که شبانه از چندین خانه سنگ به سوی خانه‌های دیگر میپرید و بالاپوش بام‌ها را سوراخ میکرد. این حالت 1 ماه دوام کرد اما بعداً معلوم شد که در نزدیکی دیه پایگاه نظامی جایگیر است و عسکران برای شوخی مردم محل را به هراس می‌آوردند.